بارز سلام دوستای عزیز، امیدوارم خوب باشین. بین قبل از اینکه بحث آغاز بکنم پیرامون واکنش و چرخش عظیم سیاسی شخص ترامپ پیرامون جنگ اوکراین و موضع‌گیریش در رابطه با سیاست کرملین و شخص پوتین که یک نوع تغییر استراتژی داد، یک نوع موضع‌گیری جدید داد. البته این موضع‌گیری میتونه بسیار عجولانه باشه، ولی یک چیز بسیار بثبات رساند، او است که در آمریکا هر رئیس جمهور هر نوع تغییر سیاست که به یا تغییر رهبری هیچگاه دوست روسیه یا شوروی دیروز بوده نمیتونه. به خاطر چی؟ برای اینکه توانمندی و همچنان ظرفیت و پتانسیل و موفقیت های روسیه را نمیتونه بر بتابه. ما در برگه فیسبوک خود امروز نوشته کردم. با اون خاطر من فکر میکنم که روسا باید بیشتر سر مسئله اتحاد و همچنان یک نوع محوری که در شرق شکل گرفته در رابطه با مثلث بین چین، روسیه، هند و جمهوری اسلامی ایران و تا کره شمالی است متمرکز شوند. به مو خاطر است که دیروز وقتی در اجلاس سازمان ملل متحد با یک تغییر لحن، با یک ادبیات غیر واقع بینانه ترامپ میگه که روسیه یک ببر کاغذی است و میشه که زلنسکی جغرافیایی را که عدس داده دوباره پس بگیره و روسیه را بسیار ضعیف معرفی کرد. خب اول دیده میشه که استقرار فکری شخص آقای ترامپ در حد نیست که بتونه به عنوان یک کنش رسمی یا یک سیاست مداره که موضع ثابت داشته باشه ارائه بکنه. شما تا جناب پیش از می زلنسکی یک آدم بی‌کفایت در مجموع در صحبت خود ارائه میکرد و میگفت که کسی است که مثلا توانمندی جنگ با روسیه نداره و خودش مسئول یک بخش از کشتار در اوکراین است. خب دیده میشد که ترامپ نتونست که در قالب یک رهبر قدرتمند ظاهر شود، کشوری که از لحاظ حرف اول در تغییر اوضاع و همچنان در تغییر وضعیت سیاسی دنیا حرف اول و آخر بزنه نتونست خود تثبیت بکنه به عنوان کسی که میتونه که پیرامون حل مسائل سیاسی دنیا تاثیرگذارترین صحبت ها را بکنه و بیشتر مثلا به چرندیات پرداخت، بیشتر مثلا به یاوه‌گویی ها پرداخت. ببینید قبل از اینکه من ادامه صحبت خودم پیرامون صحبت های ترامپ و همچنان وضعیت جنگ اوکراین ارائه بکنم، آنچه به نظر میرسه روسا تونستن که موشک‌های KH-31 ارسال بکنن به ونزوئلا و این میتونه که از لحاظ قابلیت‌های محاربوی بیشتر ونزوئلا را و رهبر از را در یک موقعیت بسیار قوی قرار بده و همچنان پاسخ کوبنده و دندانشکن میتونن در اجرای عملیاتی که عملا آمریکایی‌ها میخواین که بر سرنگونی نیکولاس مادورو برآورتن تا حدود میتونن مهار بکنن. برای اینکه این موشک‌ها ضد کشتی‌هایی است که عملا در دور پیش جزایر کارائیب جمع شده و برای یک نوع کودتای سازمان یافته میخواین که رژیم نیکولاس مادورو را سرنگون بکنن و همچنان دیده شد که میگ 29 را برای جمهوری اسلامی ایران ران کردن. برای اینکه اسرائیل در تکاپوی جنگ دیگه است، امکان داره که عملات اسرائیل دوباره اثر گرفته شود و قرار است که قبل از اینکه سوخ 35 روز ها بدن برای جمهوری اسلامی ایران تلاش دارن که در آینده نه چندان دور عملا مثلا این جنگ دا وارد جمهوری اسلامی ایران شود و از او استفاده شود اگر در نیاز به ضرورتی که اگر جنگ عملا شکل بگیره. ولی فعلا فکر میکنم که میگ 29 عملا وارد جمهوری اسلامی ایران شده و تسلیم داده شده. خب ببینیم مسئله که مثلا ترامپ چرا اشاره کرد سر مسئله ازی با تغییر لحن، با تغییر ادبیات. من بیشتر در مقدمه گفتم ترامپ چون میبینه که با شکست قطعی مثلا در رابطه با صحبتایش در اجلاس آلاسکا رو برا شد، آنچه که مثلا خواست که تحت فشار و تحت نفوذ قرار بده پوتین، اولش ای که او در شروع هم پیوسته میگه وقتی که ما میایم جنگ اوکراین زیر یک تلفن خاتمه میتو و نباید زلنسکی و پوتین در زمینه مثلا ختم جنگ شانه خالی بکنن. ولی دیده شد که بحران اوکراین یا بحران مسئله جنگ اوکراین روسیه فراتر از آنچه که ترامپ فکر میکرد است و اصلا ربط نداره و آنچه که تصمیم که مثلا ترامپ میخواد پیرامون از جنگ بگیره. برای اینکه این جنگ بیشتر بافت‌های یا ریشه‌های عمیق مثلا داره بین دو جغرافیایی که عملاً مثلا روسیه است با اوکراین است، چون یا با هم مرتبط هستند و اینا بیشتر مثلا میتونستن که راه حل نهایی را پیدا بکنن تا اینکه آمریکا در مسافه چند صد هزار کیلومتری به تعیین تکلیف بکنه بر روسیه. و آنچه که مثلا ترامپ پیوسته میبینه
چون با یک شکست استراتژیک و باخته که از لحاظ تکتیکی متوجه دمی شب روز است. یک دفعه مثلا اعلان میکنه که طالب ها مجبور هستند که میدان هوایی بگرام بتن، اگر نمیتن ما تهاجم نظامی میکنیم. خب حالا من فکر میکنم که اول ترامپ با اون اشتباه استراتژیکی که میبینه فکر میکنه که آمریکا در دهه 40 است، در دهه 60 است، در دهه 70 است، بعد از جنگ دوم جهانی است که به عنوان یک ابرقدرت ظاهر شد، یا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی است که کمپ شرق عملا سقوط کرد و یک تاز دنیا آمریکایا بود که از سایه آمریکا کسی میترسید. ولی عملا دیده شد که این مثلثی که شکل میگیره و عدم اطاعت هند از طرفهای ترامپ و روگشتاندنش از سیاست غرب و آمریکا وضاحت بیشتر داد که این کشورها میتونن به سادگی تعیین تکلیف خودشان بکنن پیرامون رابطه‌های سیاسی و اقتصادی و توسعه روابط استراتژیک با کدام کشور. خب یک مسئله دیگه هم است که ترامپ پیوسته میگه که آل حق داره کشورهای ناتو که در صورت بروز جنگنده‌های روسیه در فضای خاکشان او را سرنگون بکنن. این خودش در حقیقت امر یک نوع چراغ سبز است به صورت کل که ترغیب میکنه کشورهای اروپایی را که وارد یک جنگ دامنه‌دار با روسیه در تقابل قرار بگیرن. خب این از لحاظ عزیز که خودش میخواد که اروپایی‌ها وارد یک جنگ مستقیم با روسیه شوند، هرچند خودش خود کنار میزنه. هیچگاه مثلا آمریکا نگفته که من به عنوان کشور اول یا یکی از اعضای پرقدرت ناتو در صورت چنین عکس العمل وارد جنگ میشم و میتونم که التیماتوم بدم روسیه را، چون خود ترامپ میفهمه که روسیه عراق نیست، روسیه فلسطین نیست، روسیه افغانستان نیست. در صورت بروز مثلا چنین جنگ سرنوشت تمام دنیا در یک دقیقه میتونه که تغییر بخوره و این پیوسته خود آمریکای با ترامپ میفهمه، چون روسیه از لحاظ مثلا داشتن کلاه‌های هسته‌ای بالاتر از آمریکا، تقریبا 6000 تا 8000 کلاه هسته‌ای داره، در حالی که آمریکا با اون مقیاس پایین‌تر از اون داره و این میتونه که به عنوان یک خودکشی سیاسی رقم بخوره اگر چنین جنگ میان آمریکا و روسیه در بیاد. من فکر میکنم که در عکس العمل اخیر که لهستان و کشورهای پروبالتیک از خود نشاندن پیرامون از اینکه گفتن پهپادهای روسیه عملاً وارد فضای هوایی ما شده، داخل آسمان ما دیده شده، این میتونه که از لحاظ کاربرد دو مسئله را ارائه بکنه. یا اینکه زلنسکی عمیقاً مثلا در پشت از این ماجرا هست که میخواد که وارد جنگ بسازه روسیه را با ناتو و خودش از این استفاده سیاسی بکنه، چون دو شخصیت بسیار مطرحی که مثلا فعلا دنیا را به مخاطره یک جنگ جهانی مندازن، یکی زلنسکی است و یکی نتانیاهو است. نتانیاهو میخواد که آمریکا رو وارد جنگ با جمهوری اسلامی ایران بسازه، چون بدون شک دی نمیتونه هیچ کس انکار بکنه، چون چند بار تلاش کرده که ایران شاخ به شاخ بسازه با آمریکا، ولی آمریکا عذر کرده از این مسئله، چون میفهمه که ما سرنوشت مثلا آمریکا رو میتونه تارمار بکنه، ولو که جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با آمریکا هیچ چیز نیست، ولی میتونه که درگیر بسازه وارد یک نوع جنگ کلاسیک یا جنگ چریکی آمریکا رو بسازه برای مدت ها و او بنقصش است، بر بنقص آمریکا، چون آمریکا از لحاظ بعد از ختم جنگ ویتنام هیچ وقت نتونسته که با یک جنگ دامنه‌دار و یک جنگ طولانی با یک کشور خود بازمون ببره. و همچنان زلنسکی پیوسته وقت خودش خود در ناکامی میبینه، در یک شکست قطعی میبینه، بیشتر میخواد که ناتو رو وارد جنگ با روسیه بسازه و خودش از استفاده سیاسی بکنه. من فکر میکنم که در پشت پرده روسا میخواین که تست بکنن قابلیت رسمی و همچنان دفاعی پدافند ناتو را که در صورت بروز چنین جنگ چقدر مثلا ظرفیت ها باید محاسبه شده باشه از لحاظ برد استراتژیک. برای اینکه ببینید جنگ اوکراین فراتر میره و ما میریم داخل میشیم با یک جنگ سرنوشت ساز دیگه که زورآزمایی دیگه عالم میان ناتو و روسیه است و فکر نکنم که اوکراین شاید تارمار شود، پولند شاید از بین بره، برای اینکه اینا خط اول جنگ هستن. و دیده شود که ما در سطح وضعیت دنیا چقدر ما میتونیم که واکنش رسمی ناتو را برای اینکه ناتو تصمیم دارن که ماده 4 خود باز دوباره یک نوع بازخوانی بکنن و ببینن که در یک نوع مشوره و مثلا تفاهم آیا چگونه تصمیم میگیرن که اگر حتی امروز دیده شد که در این اجلاس سازمان ملل متحد کشورهای ناتو به شمول فرانسه، آلمان و انگلیس تایید کردن صحبت ترامپ
و حتی در حمایت از او عملا عکس العمل بسیار قطعی نشان دادن که و خود فهمیدن که حال آمریکا در پولیشون هست. ولی من فکر میکنم یک چیز رو میخوایم بر دوستا بگیم که ترامپ هر لحظه میتونه که تغییر لحن بده، هر لحظه میتونه که تغییر موضع‌گیری بکنه. به خاطر که گفتم ترامپ آدم میتونه معرفی بکنه درست مانند یک ساعتی که همیشه کوک میشه و او کوک مطابق به تایم است که در این تایم مثلا میتونه طرفدار روسیه باشه، در این تایم میتونه طرفدار اوکراین باشه و در این تایم میتونه که طرفدار چین باشه. چون یک موضوع مشخص را هیچ وقت ترامپ نتونسته بگیره، چون او هیچ وقت به عنوان یک شخصیت تاثیرگذاره که خودش مستقلانه فکر بکنه، چون این چیزی را مثلا در بساط فکری خود ترامپ نداره. در پشت از یک تیم است که آماده سازی میکنه ترامپ در اجرای مانورهای سیاسی پیرامون وضعیت دنیا و این کلگی میفهمه، چون خود از او فاقد یک نوع تصمیم گیری استراتژیک است پیرامون مسائل دنیا، چون بیشتر فوکسش در مسائل اقتصادی است و زیاتر مثلا میخواد که درگیر مسائل بین‌المللی نشه، چنانچه در شروع وقت قدرت سیاسی را گرفت و خودش گفت که ما آمریکا را عملاً خارج میکنم از جنگ‌های طولانی دار، ولی چون میبینه که هیچ نوع گام‌های از او عملی نشد، شکست در مسئله بحران غزه، شکست در مسئله جنگ اوکراین و روسیه که به عنوان یکی از تاریخی ترین جنگ های مثلا اروپا به شمار میه، شکست در مسئله دنمارک که گفت که ما یک بخش از او رو میخوایم که پس دوباره بر آمریکا داده شود که با یک واکنش بسیار کوبنده و سخت خود دنمارک قرار گرفت. مسئله کانادا رو شما ببینید که عملا تمسخر کردن ترامپ، حتی اونا گفتن که ما میخوایم نیویورک دوباره بگیریم اگر شما رو میخواین. خب ببینید بسیار حرفای عجولانه است و به خاطر هم است که اگر اروپا با چنین استنباط یا فکر میکنن که موضع‌گیری ترامپ دائمی است، پایدار است، اشتباه محض سیاسی میکنن. امکان داره ترامپ فردا باز دوباره در پالی پوتین قرار بگیره، برای که او اوضاع قسم میبینه که در کجا منفعت آمریکا بیشتر در داخل متمرکز میشه، در یک رویای دیگه که منفعت اقتصادی چرخش به طرف آمریکا در بخوره. تو اصلا هیچ مهم نیست که چقدر انسان کشته میشه. آنچه در صحبت‌های خود میگه به عنوان یک نوع شعارهای مثال گزافه‌گویی که میگه اینقدر انسان‌ها کشته میشه، روس‌ها کشته میشه، اوکراینیا کشته میشه، یک کلش حرفای شعاری است. اگر میبود آمریکا در تاریخ دنیا جنگ ها را در سطح دنیا در نمیداد، اینقدر انسان کشیده مثلا. یا مثلا در مسئله افغانستان شما ببینید وقتی که طالبان را میگه که من میخوایم بگرام بگیرم، اولا می فکر از خود نمیکنه که آمدن دوباره آمریکا چقدر میتونه در تغییر وضعیت سیاسی در زندگی مردم افغانستان چقدر میتونه که تغییر وضعیت بده، چقدر به نفع مردم افغانستان ختم میشه آمدن دوباره آمریکایی در افغانستان. فقط میگه که من به عنوان یک کشور قلدر حق دارم پایگاه هوایی نظامی بگرام بگیرم و التیماتوم میده برای طالب و خودش در یک جنگ غیر اعلان نشده با چین خود قرار میده. خب چین من قبلا گفتم که مستقیم وارد جنگ نخواد با آمریکا شد، ولی ابزار قابل توجه و کافی در دست داره که برای مدت ها آمریکا را مصروف بسازه در اونجا با یک جنگ‌های چریکی دیگه، درست دقیقاً مثل جنگ ویتنام بعد از یک وقت. خب دوستان عزیز، بحث دیگه ما پیرامون مسئله یکی از جمهوریت‌های سابق اتحاد شوروی است که مولداویا به عنوان یکی از تاریخی ترین برگاهی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در یک سرنوشت بسیار خطرناک و پیچیده میان غرب، ناتو و روسیه امروزی قرار گرفت و داره و منطقه بسیار پیچیده و اساس برانگیز به نام ترانزنیستریا است که پیوسته مثلا در بحران و کشمکش میان غرب، ناتو و روسیه قرار گرفته. این منطقه درست مانند کریمیا و شرق اوکراین تمایل مثلا ژنتیکی و فرنگی با روسا دارن و تقریبا دیده میشه که 2000 نظامی روسیه عملا اونجا است و در دفاع از این منطقه. اصلا چند بار و پاسپورت‌های روسی گرفتن و خواهان پیوستن به روسیه شدن. اما مشکل اساسی چی است که روسا یک مشکل اساسی دارن که در هر موارد بسیار دیر تصمیم میگیرن و غفلت میکنن. عین مثلا بحران اوکراین واره. بحران اوکراین بعد از سال 2004 باید رصد میشد. باید سر از این مسئله روسا باید بی تفاوت باقی نمیموندن. حتی در وقت کوچما کاملا کوچما خواست که اوکراین وارد بکنه با اروپا و ناتو. یعنی سنگبنای پیوستن اوکراین بعد از سال 2004 شکل گرفت، ولی روسا تازه بعد از سال 2010 و 2014 اساس شدن. یعنی وقتی که کار از کار تیر شد، وقتی که عملا غرب و ناتو در یک ذهنیت سازی از لحاظ جنگ روانی اوکراین آماده سازی کردن به ضد روسیه.
و در مسئله مولداویا یا ترانزیستریا تقریبا عین مسئله است. اونجا یک ایالت یک بخش است که گفتم با یک برهان پیچیده مواجه است و اونا خواهان پیوستن به روسیه هستند، ولی رهبری زو یا رئیس جمهور زو به نام خانم ساندرو که چند وقت پیش در انتخابات که یک سال پیش بود، ببینید بازم یک برنامه دیگه بود که در انتخابات رقیب سوسیالیست که طرفدار روسیه بود، رأی زو به مراتب زیادتر از این خانم بود. خانمی که به نام ساندو بود و از یکی از آمیان یا مثلا معرک اصلی که درست مانند زلنسکی غرب و آمریکا یا ناتو سرمایه‌گذاری کرده بود. گفتم رای ها دزدی شد، از رومانیا صندوق‌ها پر شد، درست مانند مسئله انتخابات در افغانستان که به نفع اشرف غنی صندوق‌ها بیرون آوردن میشد و به نفع اشرف غنی اعلان میشد که صندوق‌ها مربوط اشرف غنی است. یعنی یک نوع کودتای انتخاباتی را غرب و ناتو فقط یک سال پیش در مولداویا اینا شکل دادن و این خانم به پیروزی رساندن، در حالی که رقیب دیگه‌اش که طرفدار روسیه بود به مراتب رای بلندتر بود، ولی رای از دزدی شد. و حالا قرار است که در 27 سپتامبر انتخابات مجلس یا انتخابات پارلمانی شود و ترس حکومت مرکزی یا رئیس جمهور مولداویا همین خانم که من گفتم خانم ساندرو است که اون میگه طرفدارای روسیه در انتخابات پارلمانی رأی نگیرن و در این صورت میتونن که اینا جدایی خود اعلان بکنن از مولداویا و روسا دوباره مثلا منطقه را درست مانند اوکراین خالی نکنن از سکنه اصلی که نفوس غرب یا اتحادیه اروپا را کمرنگ بسازن. به مخاطر ماست که حالا من فکر میکنم که اوکراین تلاش داره که با یک نوع توطئه سیاسی با کمک غرب و ناتو همین منطقه ترانزیستریا را دوباره بگیره. یعنی پیوسته غرب خواسته که اول توسط پول کودتا را سازمان بده. انقلاب‌های نارنجی را در مصر، در تونس، در 2014 در کیف، بالاخره در مثلا در قرقیزستان این کار تلاش داره که بانمو پیمانه در مولداویا شکل بده و این منطقه را میخواین که از زیر کنترل روسیه خارج بکنن، چون هدف اساسی امی است که هجوم یا مثلا آمادگی ارتش اوکراین امی است که این منطقه را از زیر کنترل روسیه خارج بکنه و او سلاح قابل توجهی که از شوروی سابق در اونجا باقی مانده او رو به دست بیاره. خب حالا من خاطرم است که چون غرب ناتو بیکار نمیشینه، این مثلا و تا که اگر این جنگ اوکراین خاتمه بیافته، من فکر میکنم که یک جبهه دیگر اینا عملا در حال تدارک هستن، چی جبهه از طریق قزاقستان باشه، چی مولداویا باشه، چی پربالتیک باشه یا حتی یوگسلاویا باشه، بلگراد باشه. شما چند وقت پیش نارمیار در اونجا دیدین. با مخاطرم از اینا تلاش دارن که در یک معاصره سیاسی و ژئوپلیتیک روسیه را قرار بدن. اما حرف اساسی چی است؟ من پیشتر گفتم که نقیصه یا ضعف و ناتوانی روسا بسیار دیر خبر میشن. خب خبر شاید قبلا هم شود، ولی تصمیم و همچنان در یک نوع استراتژی کاملا بتونن خنثی بکنن، مهار بکنن، بسیار سست و ناتوان پیش میرن. حالا این مسئله مولداویا را بسیار تقریبا چند سال پیش که عملا این رهبری از این منطقه عملا درخواست کرد، یکی از رهبرهای زیاد ما مسکو سفر کرد که ما عملا میخواهیم که جدا شویم و خواهان پیوستن با روسیه هستیم. اما کرملین با یک نوع استراتژی بسیار گنگ و بسیار ناروشن پیرامون از این مسئله اینا تصمیم گرفتن. والا وقتی که میشه، وقتی روسا در انتهای کار میرسن باز وارد عمل میشن. در مسئله اوکراین گفتم که از سال 2004 آمادگی به می بود که اینا که اوکراین باید شامل ناتو یا اتحادیه اروپا شود، ولی جنوبیدین روسا بسیار بسیار بطی و بسیار بی‌سامانه بود. زمان اینا وارد مسئله شدن در سال 2014 که غرب و ناتو آماده ساخت اوکراین در یک جنگ فرسایشی با روسیه. و حالا من صحبت سر از میز که روسا تصمیم دارن که از موشک‌های اورشنگ استفاده بکنن در صورت بروز عملیات توطئه یا کودتایی که اگر طرف انگلیس یا فرانسه در سرحد بین رومانیا و مولداویا اگر شکل بگیره، چون قرار است که ارتش اوکراین میخواد که حمله بکنه سر ترانزیستریا و این منطقه را اگر به دست بیارن. من فکر میکنم روسا خبر دارن، ولی آمادگی هم دارن که از سلاح استراتژیک اورشنیک استفاده بکنن. خب در واقع تصمیم درست است، برای اینکه تا زمانی که روسا پاسخ نظامی محکم و کوبنده را بر غرب نتن، دیپلماسی به درد نمیخوره. دیپلماسی جای را به درد نمیگیره، مذاکرات جای را به درد نمیگیره، انعطاف جای را به درد نمیگیره. بسیار سالها اینا انعطاف کردن، همیشه خواستن که از برگاه دیپلماتیک وارد گفتگو و مذاکره با غرب شوند، ولی هیچ نتیجه نداد. به مخاطر مسئله چون مسئله جنگ اوکراین یک مسئله حیثیتی است
مسئله است که گفتم اگر اوکراین دست روسیه خطا بخوره و که موفق نشه، من فکر میکنم ما شاید فروپاشی روسیه باید باشیم. برای اینکه روسا دیگه هیچ کار کردن نمیتونن، چون خط سرخ ارزش‌های روسیه نهفته است در مسئله جنگ اوکراین. و حالا دیده میشه که جغرافیا هر روز سقوط میکنه به نفع ارتش روسیه، ولی کماکان غرب و ناتو به سادگی نمیخوان دست بدن، چون میفهمن که وقتی که اوکراین اینا در آستانه فروپاشی میبینن یک جبهه دیگه عملا آغاز میکنن، یک شهر یا مثلا جمهوریت‌های دیگه عملا آماده سازی میکنن. حالا شما مسئله آذربایجان و ارمنستان دیدین، مسئله قفقاز دیدین، اینا شور دادن که عملا خواستن که اونجا مثلا دهلیز زنگزور عملا ترامپ گرفت و به نام خود ساخت، ولی پسان باز در جبهه شرق عملا دست داد. حالا ما با رقابت و مثلا جنگ غیر مستقیم روسیه غرب و ناتو قرار داریم. مسئله اوکراین به عنوان یک ابزار است ولی قربانی میده. خب رهبرای نادان مانند زلنسکی ملت خود قربانی از این استراتژی میسن، این گپ جداگانه است. ولی روسا باید تصمیم قاطع باید بگیرن در این مورد، برای اینکه نباید مولداوی دست برای این منطقه دست برای اینکه اینجا میتونه تخته خیز باشه برای حرکت دوم غرب و ناتو در محاصره ژئوپلیتیک و استراتژیک ناتو پیرامون مسئله خط مرزی بین روسیه قرار داره. برای اینکه اینجا بسیار نزدیک است مولداوی با ادیسا و اون خوب بود که ادیسا اول باید مسئلهش باید تصفیه میشد. وقتی که شما ادیسا را دست بتین و کنترل اوکراین از لحاظ دریا قطعش و با دنیای غرب، من فکر میکنم که اوکراین دیگه سقوط میکنه، چون ارتباطش عملا با غرب دیگه قطع می باشه. تا برنامه بعد.